بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنی یا نه؟ و ثمرات، امام شافعی میگه ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگه که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور تیشه و سنگ قلوخ همینا را گم کن در کار دیگر. نام ها را نام های اسلامی مانیم برادرای عزیز، نام های مانیم که در همین نام ها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن الحال، بابای حاجی السلام علیکم، به این سوال من جواب گردانید. در وقت سفر دعا میدهند، میگویند که خیریت سفر حضرت خوجه خیز رهبر گفتن درست است، برادر عزیز نگفتنش بهتر است و این ترک سازیم. همه وقت رهبر ما حبیب خدا در مسافرتی دعای سفر این میگفتن که انت صاحب فی السفر. بین حبیب خدا اشاره به سوی خدا میکردن انت صاحب فی السفر. خدایا سفر مشقت زیاد دارد، سفر پستا بلندی زیاد دارد، مصیبت های زیاد میارد، لیکن خدایا در این سفر فقط صاحب تو را میگیرم، الله صاحب است. از این خاطر در دعاهامان هیچ کس ما داخل نگردانیم، فقط الله سفر ما را بخیر گردان، الله سفر ما را با برار گردان. خدا رحمت کند حضرت خوجه خضر. در اطراف خوجه خضر خیلی حالی من جمعه آینده یک برادر بسیار طلب کردن که همین خضر کیست، نامش چیست، آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ حقیقت دارد. اگر جمعه آینده شود، من نام اساسیش اینا بلیا بود، بلیا. این قصه دارد در سوره کهف با حضرت موسی یک معامله دارد. برای همین من اگر وقتا شود جمعه آینده درباره خضر خود از کلمه یعنی سبز گرفتگی است. این کلمه عربی است. در بعضی روایت میگوید هر جای نماز میخوان اونجا سبزگاری میشد. در بعضی روایت میگن که هر جا که می نشست میخیست همون زیر جای نشستش سبزگاری میشد. از این خاطر وای خضر گفتن. لیکن اطراف وای زنده است یا مرده این دم اختلافای زیاد است. اکثریت رفتن که وای وفات کردگی هست، لیکن بعضیا گفتن نه، گفتن وای وفات کردگی نیست. یعنی اهل تصوف، اهل طریقت میگن وای زنده هست. یعنی کسانی که اهل تصوف و اهل طریقت نیستن اونا میگن که خضر از دنیا گذشته است. لیکن حقیقت ان شاء الله من جمعه آینده باز وقتا شود پرتر برای شما میرسونم. السلام علیکم برادر حاجی میرزا، خواهش میکنم که با سوال من در همین جمعه جواب گردانید، برای آن که من مهمان از راه دور هستم و امکانیتی به مسجد شما آمدن ندارم. البته وقتی من میگویم که یگان طبیب بی انصاف، این طبیب بی انصاف آن کسی هست که حس ملی ندارد
وی وطن دوستدار نیست، وی مسلمان دوستدار نیست. اگر این گونه دختر به وی مراجعت کند و این طبیب به وی جواب گرداند که من در پیشگاه خدا جوابگر می شوم، باید تو در این کار نادرست نمی رفتی، مرحمت این طبیب خوش به حالش که در پیشگاه خداوند هیچ وقت جوابگر نیست. لیکن برای آنکه این بعضی با به انصاف شاید که همون دختر را استفاده برن، بعد مثال همون معاملش انجام دهند، این گونه‌ش هم وجود دارد. من یک خواب دیدم. خواب این است که من با همراه یک برادر حج رفته آمدم. آیا بعد این خواب مرا حاجی گویند درست است یا نه؟ درست نیست برادر عزیز. حج رفته انشاءالله در خوابت ایمانت کامل می شود، در پیشگاه خدا اجر و پاداش گرفتی. این خواب هم خدا نصیب هر کس نمی گرداند. لیکن تو را حاجی گویند نه. برای حاجی شدن مبلغ صرف میکنی، رفته اون احکام و ارکان ها را در موسم حج اجرا میکنی، آمده با مثل این حاجی هایی که پیش فالبین میروند و عرق میخورند، مثل اینها نمیشوی. این حالت در نام تو حاجی است. خب من هر یک خوابی که دمی سحر میبینم او را در بیداری میبینم. این چه بنده باشد، بنده نیکوکار است. این البته در همه انسان هم رخ نمیدهد، ولی بسیار انسان های هستند که شب خواب میبینی، روز همون خواب تا میبینی. این نشانه پاکیزگی و نشانه گویم که ایمان کامل داشتن تو را نشان میدهد. خب بعضی بنده های هستند که بر وقت به مسجد می آیند برای خواندن نماز، لیکن در مسجد تا سرشوی نماز سخن دنیا میگویند، حتی تسبیح در دست دارند. آیا این بنده ها از نماز چیز پیدا میکنند یا نمیکنند؟ البته هیچ ثواب پیدا نمیکنند. حبیب خدا میگوید سخن در مسجد نابود میکند نیکی های شما را چگونه ای که آتش هیزم را نابود میکند. و حبیب خدا در حدیث های مبارک مسجد میگوید که مسجد این برای ذکر خدا هست و قرائت قرآن است. مسجد جای پند و نصیحت است. از این خاطر وقتی که این نظام مسجد کسی که ویران کرد، اینم جنایت است و اینم در پیشگاه خدا جوابگری دارد. و ببین حتی که وقتی من خطبه میخوانم در نماز جمعه، اگر شما حتی با انگشتان میبینید یک برادر تو صحبت دارد، سخنرانی دارد، میخوای که وی خاموش درانی و انگشت در بالای لبت میگذاری، مثل که این چنین ما و شما اشاره داریم، یعنی مقصد که خاموش باش. حبیب خدا گفت حتی برای تو اشاره کننده هم ثواب باقی نما. ببین اشاره کننده در ثواب نیست گفتن حبیب خدا. کجا وقتی که ما درباره شخصی که سخن دنیا در مسجد میگوید در اطراف او وقتی ما صحبت داشته باشیم؟ برای همین مسجد نظام دارد دادار عزیز. نظام مسجد را رعایت کنید تا که از ثوابهای مسجد برای شما چیزی برخوردار شوین. اون یکی از صحابه های پیغمبر ربیعه نامشم صاحب ابن یزید است. در ریاض الصالحین هم در باب مسجد میگذارد، حدیث بخاری است. میگوید باره میگوید حضرت عمر در منبر نشسته بود، دوره های خلافتش بود و من میگوید بسیار همین تا پینک میبرد، خواب میبرد. فحسبنی رجل فنظرت عمر ابن الخطاب، میگوید یک کس مرا با سنگ میزد. این صحابه پیغمبر میگوید نگاه کردم که سنگ از جانب حضرت عمر آمده ایستاده است و من اشاره کرد که همون دو نفری که در آخر مسجد نشستن پیش من بیار. گفت عمر بسیار خدا رحمتش کند جسور بود، بسیار با غیرت بود. ولی امروز امتای پیغمبر بسیار بی غیرتیم، غیرت نداریم، ترسانچه که میترسیم. حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الجبن میگفت، خدایا من از ترسانچگی و بی غیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. مرد باید با غیرت باشد، جسور باشد، ناترس باشد. حضرت عمر بسیار جسارت داشت. وقتی این صحابه پیغمبر میگوید رفتم اون دو مرد به پیش حضرت عمر آوردم، به سوی من میگوید حضرت عمر بسیار به سوی این دو مرد نگاه کرد، گفت از کجا آمدین؟ گفتن از شهر طائف آمدین. گفتن قسم به خدا مهمان هستین.
طایف یک 70 یا 90 کیلومتر دورتر است. گفتن همچون مهمان هستین در مسجد رسول اکرم، و الا اگر مردم همین مدینه می شدید چنان آزارتان می دادم، چنان لط و کوبتان می کردم که آواز شما مدینه را فرا می گرفت. شما این چی نظام ویران کردن در مسجد است؟ این چی عمل است که شما در مسجد حبیب خدا به سخن دنیا مشغولید؟ السلام علیکم پیشوای عزیز، میخواهم با سوالهای من روشنی اندازید. بعضی شخصا میگویند که شکرانه گفتن جایز نیست، میگویند که شکرانه دختر شیطان است. شما در این باب چی میگویید؟ البته این دروغ است. اگر دختر شیطان شکرانه هم که نام داشته باشد، شکر گفتن ما جای گناهش نیست. اگر چندی که من ندیدم که دختر شیطان شکرانه نام داشته باشه. این بعضی نمی کتابای فارسی و بعضی نمی کتابایی که مثال گوییم کدام بیچاره نویسنده است که اساس و دلیل ندارد، اینا بسیارتر در همون کتابا هستند. برای همین این هیچ اصلی ندارد، اساسی ندارد. حتی خداوند در قرآن و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میتونید سوره ابراهیم آیت 6 نظر کنید. خدا میگوید اگر شما به سوی من شکرانه کنید من نعمت ها باز زیاد میکنم، اگر کفران نعمت کردید عذاب من دردناک است. مقصد هر نعمتی را که از من میبینید گوید شکر به سوی تو پروردگار. الله سپارش دارد که شکر گوید. از این خاطر سخن خدا ماندگی ما مثال آن هر چیزی که قولی که وجود داشته باشد اون را رد میسازیم. شاعر میگوید شکرگویی نعمتت افزون شود، ور نگویی از کفت بیرون شود. برای من همیشه با شکر باشید، شکر خدا گویید، شکر تنی صحت گویید، شکر به سوی تو پروردگار که ما مسلمان هستیم، شکر به سوی تو ای خدایی که مسجدهای کشاده دارید، شکر به سوی تو ای پروردگار که پند و نصیحت دارید. شکر کنید، این هیچ جای گناهش نیست. دادر عزیز، بعض بنده های خدا 5 وقت نماز را در مسجد میخوانند و نماز جمعه را نیز میخوانند، لیکن از مسجد بیرون میبرایند و در تنهایی رفته امام خود را غیبت میکنند. نماز این گونه بنده ها چی میشه؟ راست میگوید دادر عزیز، اینا هم در این بیماری هم در بسیاری بندگان خدا هست. از پس امام نماز میخواند، بیرون مورد غیبت و تحقیر همان پیشوا قرار میگیرد. وقتی که مثال این گونه رشک داره، این گونه شک داره، این گونه شبهه داره، دشمنی داره، از پس او نماز نخوان که نماز نیست، نماز درست نمیشود. از پس شخص نماز خوان که با او اخلاص داری، با او محبت داری، او را دوست میداری و هر جا تو حمایه میکنی. افسوس خداوند در سوره حجرات اگر گوشی باشد که گوش باید بشنود این را، گفته حضرت صوفی اللیار. افسوس این گوش ها و گوش های میشنیدگی نیست، دروغ هم باور کنید. نمی سخن الحال در بین ما و شما هم غیبتچی ها زیادن. نمی گوزی گوشی تو گوشش میکند، لیکن افسوس خونی تو ویران شدگی است. گوش باید بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، در سر جاده عمل شیند. حضرت صوفی اللیار میگن افسوس که دیگر چشم های عبرتگیر و گوش های گوش میکردگی نمانده است. افسوس نیست. چند سال شد شما امر معروف گوش میکنید؟ چند سال شد؟ بغیر آن که موعظه هایی که در معرکه و دیگر میشود، فقط جمعتون حساب کنین، کی اصلاح میشید؟ کی از آن چیزی که خدا در سوره حجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. این الله سفارش دارد ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگانی که امروز ایمانی به خدا دارید، یکدیگرتون غیبت نکنید، یکدیگر تا غیبت نکن. خدا میگوید آیا دوست می‌داری این که گوشت برادر مسلمان تا در حالی که وی جان ندارد، وی مردگی از گوشت وی خوری؟ فکرهتموه، نه تو نفرت داری، تو نمیخواهی. واتقوا الله، خدا میگه پس از خدا بترس، توبه به سوی خدا کو، خدا تو را میبخشد. الله سپارش دارد، غیبت نکن.
غیبت کردن گوشت برادر مسلمان خوردن است. حبیب خدا را در یک حدیث خواندم میگوید که بدترین خانه همون خانه است که گوشت زیاد میخورند. صحابه پرسیدن ای حبیب خدا این گوشتخوری که ما داریم هر روز 2 کیلو و 3 کیلو میخوریم خیلی گوشتخوری نبود؟ صحابه ترسیدن و شاید در ماهش یک بار یک تیکه گوشت میدیدند. گفتن حبیب خدا ما که در یک ماه یک بار میخوریم آیا ما نیز بدترین خانواده هستیم؟ گفت مراد از گوشت حیوان نیست بلکه آن خاندانی که پیوسته غیبت دارد این بدترین خانه به سوی خدا هست. اونا گوشت برادر مسلمان میخورند. در هر خانه ای که غیبت زیاد شد معنای این دارد که اون خانه چه هست؟ بدترین خانه به سوی پروردگار به حساب میره. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است. اگر تو خود عاقل گیری، خود آدم با عقل گیری، غیبت نکن. مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر با عیبی کس کجا پرداز آخر. اگر تو یک بار برادر عزیز پیش از آنی که امام تو ملا امام غیبت میکنی، پیش از آنی که تو رفیق دا غیبت میکنی، پیش از آنی که تو کسی را نباشد غیبت میکنی، اول یک عملهای خودت سنجیده بگیر، یک تاریخ حیات خودت ورق بزن. تو خودت کی هستی؟ خودت چقدر کم بودی ها داری؟ از این خاطر غیبت حرام است برادر عزیز و گرامی. یکی از دوستای خدا حکایت میکند که در صحبت یار و رفیقای خود نشسته بودم. یار و رفیقان من بسیار غیبت کردن، من پیش راه اونها را نگرفتم. ولی پیش راه غیبت چی را هم اگر نگیره ما نیز در غیبت شریک هستیم، ما نیز در گناه وی شریک هستیم. میگوید شب در خوابم یک مرد خیلی میگوید سیاه هیبت به سوی من امر کرد. پیش سینه‌اش میگوید پر از گوشت خوک بود. پیش من گذاشت و گفت این گوشت خوک را تناول کن. گفتم ای بنده خدا آخر گوشت خوک است، من مسلمانم، گوشت خوک خدا برای مسلمان ها حرام گفته است. گوشت برادر مسلمان که از این هزارها مراتبه دیده حرامتر است و یک خوردید، این چی است؟ این خورید. گفته مثلا روز شما اینقدر غیبت کردید گوشت یک برادر مسلمان تا نخوردید، پس گوشت خوک در برابر این گوشت برادر مسلمان در حرام بودن چند مرتبه پستر است. این دوست خدا میگوید والله که میگوید وقتی از خواب بیدار شدم همون تیکه گوشت خوک در دهانم بود. میگوید دوستاش حکایت میکند که 40 روز دهان این دوست خدا میگوید بوی گوشت خوک میکرد. ما پروا نداریم، غیبت میکنیم، نمیترسیم. حرام کرده خدا در نزدیک میشویم. امام حسین هم خدا رحمت کند نبیره حبیب خدا وقتی آمدن خبرش دادن که امام حسین در فلان خاندان تو را غیبت کردن، امام حسین میگوید من که آدم فقیر بودم پیشی برو میگوید یک چند کیلو خرما را گرفتم و به خانه وی رفتم، در را تک تک کردم. گفتم وقتی برآمد مرا دید گفت ای دوست خدا، گفت یگان خدمت داری؟ گفتم شنیدم که امروز مرا غیبت کردی، از بس که مالی زیاد ندارم قوتم به همین قدر خرما رسید، همین برای شما دادم در عوض همون حسنات هایی که خدا در من از جانب تو نویساند. مقصد چی قدری که یک آدم غیبت کردی همون مقدار حسنات تو را خدا میگیرد در نامه اعمال همون بیچاره که در غایب است درک ندارد در نامه اعمال او حسنات می نویسد و گناه های او را گرفته در نامه اعمال شما می نویسد. بس کنید برادرای عزیز و گرامی، غیبت نکنید، غیبت حرام است. محمد چراغی دل اولیاست، امام رسول و خاتم انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای زلالت محقر کند. ز مشرق به مغرب رسد آگهی،
که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود هزاران سلام ز ما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت افتاد. این چگونه شخصیت است؟ این چگونه بنده است؟ این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند؟ انبیا در کنه او حیران شدند. سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد. این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید؟ پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیا کمثل رجل. مثالی من گفته از پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست. بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینة. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود. الا موضع لبینة، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیشت باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینة، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت. اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینة جئت فختمت الانبیاء. انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد ای محمد، ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها
در طفیل نور تو به دنیا آمدند. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این باب حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است، من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این خداوند می فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واهمه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویم. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم
کوشش نکن. امر معروف. برادر عزیز، پدر و مادرت احترام کن. امر معروف. برادر عزیز، زبانت از غیبت نگه بدار. امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن. امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است. برادر عزیز، باز ایست. این نهی منکر هیچی وایمه ندارد. یگان دهشت نیست برای جامعه آباد شدن. امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنن، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین این مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند. اینها نجات یافته هستند. با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند، ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار. فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشه. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام. از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امت من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که، در شهری که، در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روین، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که
در جمهوری ما و شما می شود، همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است. این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنن. این برکات او هست. برای امر معروف و نهی از منکر کردن، پیش از آنی که باز دیگر فضیلت‌های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیث سمرقندی که حضرت هم مفسرند هم محدثند، میگوید کیها می توانند که امر معروف کنند؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارند؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن 5 وظیفه مهم است و ضرور است. اول، علم، لأن الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتند یکم عالم باشد، علم داشته باشد، زیرا اینکه آدمی جاهل، آدمی بی علم، آدمی نادان، امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایتی در راه راست کردن، علم در کار، علم باشد. بی علم وقتی امر معروف میکند نهی از منکر میکند، وی برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او شیرین هم نمیبراید، برای وی علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز. پیغمبر چقدر مجبور میشدند، قسمی به خدا میخوردند، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتر سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی، این برای تو بهتر است. اشتر سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتر سرخ دیگر حیوان و اشیاء قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود، این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله. وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت، عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام دادن نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث. پیغمبر در دوام گفتن لکن 3 طایفه، 3 طریقه شخصان نامه اعمالشان کشاده هست، اگرچه در قبر خوابیدن. اینا کیا باشند؟ صدقه جاریه. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند، و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد. اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر چی هست؟
عملهای او منقطع نیست. گفت نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. دویم رسول اکرم گفتند او ولد صالح یدعو له، دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزند عرق نوش نه، فرزند پولدار از خدا مغرور از خدا برگشتگی نه، فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به، عالمی که در دنیا علم داشته باشد از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. بین یکم علم، لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داود و ترمذی پیغمبر خدا حدیثی گفتند من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت باللجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد نه موعظه کرد نه یک کس راهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. به سکوت کار پیش نمی رود، به خاموشی کار پیش نمی رود. دوم ابو لیث یکم شرط امر معروف را گفتند که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتند حضرت که کردارش گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویم وظیفه واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد، فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای رازگی خدا باشد. این حالت در امر معروف او تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابو لیث سمرقندی از اکرمه روایت می شود می آورد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد. کاری از برای خدا را بینین و کاری که از برای خدا نباشد نتیجهش نگاه کنین. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردند، از پیش یک محله گذر کردند. نگاه کردند که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لته ها در همون درخت بستگی و از همان درخت شفاعت طلب دارند، از همان درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لطبن میگوییم که بجوز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد. اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارهای لطبن دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشان کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین انشاءالله شما کامیاب میشوید. اونا بنده خدا هستند. از اونا شفاعت طلب کردن این شرک به خداست.
شما همه گناهگار میشوید. خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردند و گفتند که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی ببین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها. همه مؤمن ها نه، کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی نرم هست؟ وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی ترسان به سوی خداست؟ اگر وی از خدا می ترسید وی عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردن که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنید مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختر تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روح تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودید بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موی سفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن.
این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی، اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنن، تو را اینها ملامت میکنن. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو با جکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرف‌های که آب میگیرن سرپوشه ندارن، مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد. پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند. انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. امین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، ما راستی بار بعد جمعه را گذرانیدن که برای شما وعده دادم که در اطراف 4-5 سوالی که نسبتی که امروز اکثر بنده های خدا به تجارت مشغولند، سوداگری دارند و معامله و طرز سودا باید چگونه باشد، این سودا چه برکتی دارد، پولی که از او به دست می آید چه فیضی دارد. من خواستم که این جمعه برای شما این را بیان کنم، ولی در دوام هفته که ما رو وعده کرده بودن که این هفته ما بیرون از کلا باید در یک مسجد دیگر جمعه می خواندیم و اون مردم هم بسیار سختگیری بد کردن. ما قبول کرده بودیم ولی متاسفانه دیروز به بعض سبب‌هایی که باز پیدا شدن اونها گوییم که رفتن ما را اونجا روان ندیدن و گفتن که مقصد بعض سبب هاست، خدا خواهد باز یکون جمعه دیگر. به همین خاطر من اطراف این موضوع اونقدر نگاهی نداشتم، اونقدر کتاببینی هم نکردم. زین خاطر این موضوع را دادرای عزیز خدا خواهد جمعه آینده من برای شما بیان میکنم، ولی این جمعه هم باشد اطراف همون سوال هایی که گویم دیگر عدد ندارد پیش من، خدا خواهد یک قسمت شما برای شما جواب میگویم. ولی جمعه آینده خدا خواهد اکو ما او رفتن جمعه اونجا را من کردیم تا 3-4 جمعه که تا موضوع ما تمام نکنیم. به این خاطر خدا خواهم من جمعه آینده برای شما اطراف اون بیان میکنم. سلام علیکم برادر اسلامی حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی شما 2 سوال دارم. یکم
موی چیندن روی زنان اجازت هست. من چند بار گفته بودم، فقط برای باریک کردن ابرو گفته بودیم که 4 گروه را پیامبر گرامی گفتن از رحمت خدا دورن. یکی از اونها زنهایی که ابروهای خدا باریک میکنن، ولی موی روی چیندن، موی لب چیندن، اینها گناه ندارن. من پدر و مادرم رو میگویم که شما نماز خوان و قرآن خوان شوید. اونها میگن که ما خوابمان دیدگیم که داخل جنت میشویم. با احترام خواهر اسلامی شما از فرخار، درست میگویم پدر و مادر شما که اگر خواب دیده باشن که داخل جنت شدن، اونم به خاطر تو خواهر عزیز میروند. تو که خواهر اسلامی، تو که خواهر خدا ترسی، تو که فرزند خوبی، خدا به خاطر فرزند خوب پدر و مادر جنت میبره. به این خاطر این یگان اونا خیلی عالمتر بودن، خیلی داناتر بودن. برای این پیامبر گرامی گفتن اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من 3: صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ببینین حدیث دلالت بر همین میکنه که اگر انسان وقتی که از دنیا میگذرد نامه اعمالش خدا میپوشه. یعنی ما نامه اعمال داریم، هر روز نیکی ها و بدی های ما نویسنده می شود. وقتی که از دنیا گذشتیم نامه اعمال پوشیده می شود، مگر برای 3 گروه نامه اعمال پوشیده نمی شود. یکی از اونا کیست؟ صدقه جاریه می کردگی انسان. کسی مسجد می سازد، کسی مدرسه می سازد، کسی راه می سازد، کسی کوپروگ می سازد. ببینید کسی را زن می تید. صدقه های جاریه ای که هستند، اگر شنده که صاحب اجرا کننده این صدقه در زیر خاکم باشد، نامه اعمالش خدا نمی پوشه، بلکه ثواب این عمل خیری او در نامه اعمالش رفتن میگیره تا روز قیامت. این خیلی بشارت بلندی است. خیلی بنده خدا داده که از پس او صدقه جاریه ما. بسیار پولدارهای مردن، از اونا ذره آثار ماندگی نیست. پور باور کنید چندین پولدارهای را میدانیم که از پس پولداری اونها جنگ و جنجال ها بین خسر و خوشدامن و بین گویم دخترها و بین فرزندها شده، از اونها آثاری نمانده است. برای این از کسی این گونه نشانه میماند، این صدقه جاریه است. دوم، عالمی که از اون مردم نفع میبرند، فایده میبرند. این هم که اگر زیر خاک باشد، تا وقتی که مردم از علم او استفاده میبرند، ثوابش در نامه اعمال وی رفتن میگیرد. ثواب خودی او نه، چگونه وی ثواب میگیرد؟ همون زل ثواب خدا به همون انسانی که دلالت کرد، شما را فهمانید، داناند، به اونا میرود. سوم، اولد صالح یدعو له. اگر فرزند خوب از کسی باقی ماند، در نامه اعمال پدر و مادر هم ثواب برابر عملهای صالحی که فرزند اجرا میکند میرسد. به این خاطر خواهر عزیز، جنت در آمدن پدر و مادری تو خب یا رحمت الهی بالای پدر و مادری تو هم، چه از عبادت خودشان، چه از دختری خوب، دختری با ستر و با حجاب، دختری با عفت، دختری 5 وقت نماز میخواندگی که شما هستین، خدا با توفیل شما این مرحمت بالای پدر و مادرتان روا میبیند. و این خاطر درست گفتن یگان جای چیزی نداره. خب السلام علیکم. پیدام الله حاجی میرزا، به نام خداوند بخشنده مهربان. خب آیا بگوید که من دیوس هستم یا نه؟ من یک زن داشتم، از برای فرزند شده از پدر و مادرم و زنم مصلحت گرفته زن دویم گرفتم. زن دویمم خب سر لیچ و اداره نشین بود. من با او گپ زنان کردیم، او با من گفت که من دختر نیستم. من با او گفتم میلش، من راضیم، لیکن با همراهی من بودن بر من خیانت نکن. او با من گفت که پدر من از زنداریت نفهمد، من با پدرت خودم همش رو میفهمانم. گپ های ما پخت و ما توی کردیم و در بین 3 سال 2 فرزند تولد شد. زندگی ما خوب بود. خب زنم به من گفت که من به کار میروم. من راضی شدم. با او گفتم که خودت را احتیاط کن که از پشتت یگان گپ نبراید. او گفت که مرا خدا زد است که من خوبی های کرده شما را از یادم برارم. خب
خب و یک چند قسم خوردم، من میلش گفتم و باز میبینیم. از بین 1 سال گذشت، من بر روسیه به کار رفتم. از آنها خب از آنجا به خب امکانیتم سومم را روان میکردم. 8 ماه در آنجا بودم. وقتی که از روسیه برگشتم، یک زن همسایه گفت که زنت با یک مرد بیگانه میگردد. مرا باورم نآمد. زنم را گفتم که از پشتت گپ‌های زیاد است، اگر راست باشد من جوابش را میدهم، برآمده میروم. جوابت را میدهم، برآمده میروم. قسم به قرآن و به خدا خورد که مرا خدا زده است که شما را در چشمتان خاک زنم. این خوبی های شما را از یادم نمی رود و 2 فرزندم را هیچگاه صغیره نمی کنم. من باشم از قفای این زن پاییدم. خب آن مردی که با او میگشت او را دیدم. اونم با زن 3 طلاق خورد که ما یگان رفت و آمد با زن تو نداریم. بین عید رمضان و قربان بود که هر دو اونها را من یک جایه در زنا داشتم. من در شدم، خواستم که هر دویش را بکشم، لیک خدای کریم و رحیم به من صبر عطا کرد و من فکر کردم که از پشت 2 حرام شده مرا سود میکنند. احوال پدر و مادر پیرم چی میشود؟ بگوید که خدای کریم با 2 زناکار در قیامت چی جزا میدهد و بگوید که من با این قدر زندگی کرده‌ام دیوس شدم یا نه. در تاجیکستان ما مردان بسیارند که سیر زنهایشان را پنهان میکنند. از شما خواهش میکنم که این را در روز جمعه بگوید که من ثبت آواز شما را خریداری نمایم. با احترام، یک مخلص اشدی شما، در پناه اسناد خدا باشید. نه برادر عزیز، شما دیوس نیستید، ولی ببینین شخصانی که خانه حلال دارن، برادرای عزیز و گرامی، خانه حلال دارن، وقتی با مردهای بیگانه این زنهای اونها رفت آمد میکند، اینها از دیوس شدن میترسن که اگر من در نکاح خود زنی داشته باشم که به غیر من با دیگر مردهای عشق ورزی کنن، یعنی من از جمله دیوس ها هستم که نماز و روزه من در پیش خدا قدری ندارد. ولی جای تأسف اینجا این است که همون شخصی که خانه همین آدم حرام میگرداند، او برای یک خانه را پاره کردن، یک خانه را از بین بردن، فرزندای او را موردی گویم عذاب و مشقت قرار دادن، خب بزم این قیامت و دوزخ این انسان تا چه اندازه وحشتناک بودن، چرا نمی ترسند؟ چرا همین را فکر نمی کنند؟ ای انسانی به انصاف، برادرای عزیز، آخه شیطان دشمن آشکارای انسان است. شما شهوتاتون دارین. پیامبر گرامی گفتند اگر چند هر چی شهوتای شما طغیانگر باشد شما روزه گیرین، ولی به زنا دست نزنین. ولا تقربوا الزنا، خدا در قرآن ولا تزنوا نگفت، یعنی زنا نکنین، نه، به زنا نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید. حتی مثال ببین زنهایی که خانه حلال دارن، ما را تا چه اندازه همین انسانی که خانه همون را حرام کرده است آزی رو پرسش میگه من مسلمانم، من مؤمنم. اگر همون رازی تو گویی تو نه ایمان داری نه اسلام داری، گفت تا کجا میخیزه؟ برای این دادر عزیز شما دیوس نیستین. شما خوب کردین که این زن از بالای خود دور کردین. کوشش کنین که همون فرزندا را در تربیه خودتان گیرین، زیرا که اون مادری که اگر دستی به زنا زد و به زنا مخته شد، دیگه او به تربیه فرزندم نمیرسد، او دیگه پروای فرزندم ندارد. حتی برادرای عزیز، شوهر برای من آمد مراجعت کرد که بیگاهی شام است، کودک میده که اولی 1 ساله نیست، 1 ساله نیست، بچه میگه من در عصر هر وقت میگه در حالت خفتن می آمدم. این بیگه میگه چیکار شد؟ من در حالت عصر خانه آمدم، همون کودک 8 ماه در گهواره بستگی، زن درکش نیست. میگه وقتی که پرسان کردم دیگر کردم، بعضی از انسانهایی که در نزدیک من بودن گفتن که
اگر گویم مقصد بزنت خبر نمیتی که ما گفتیم، گفتن نه ما نمیگویم، ما چیزی نمیگویم. بعد از آن گفتن که فلان آدرس نمی روی زن در همون جا است. ببینید 8 ماه 9 ماه کودک در داخل گهواره، زن در یک خانه قطعی 3-4 تا زن، 3-4 تا گویم یک بقهای حرام در همون خانه عشق ورزی دارند. تا چه اندازه را خانه حلال کودک در داخل گهواره. این بیرحمی ما را ببینید، این بی ایمانی ما را ببینید، این از خدا نترسیدن ما را ببینید. آخه ناکس تو یک دختری مثال قدی راه و کوچه، مثال کوچه را افلاس میکردگی را که همه هم زینای خیلی پی او گشتی. آخه خانه های حلاله که این بیچاره صاحب کودک، صاحب شوهر. برای همین شما دیوس نیستین. برای همین شما دیوس، شما وقت دیوس میشوین که اگر این گونه زن در نکاح شما باقی ماند، هم با شما گویم که همسر است، هم برای دیگرها همسر است. اینجا در شما البته دیوس، همون دیوسی که میگوین، همون دیوس شما از جمله هم دیوس ها به حساب میروید. خب السلام علیکم بابای حاجی، ما یک مخلص شما. من از ناحیه یاوان سوخازی 2 می باشم. درد من بسیار کین بوده است. من 5-6 سال بی فرزند هستم. کمی درباره فرزند می گفتید که دنیا در نظرم تاریک گشته است. شب و روز در سر جای نماز ذکر خدا می کنم و خلاص. در بین 5-6 سال دیگر آب چشمم از ریختن قاپ شد. دلم سیاه است. خب که کجای رفتنم ناامید. خب یک ملا گفت که شیطان ناامید است، بنده با امید است. من به فرزند چیکار کنم؟ سر زنده به خواب برده نشود. در همین روز جمعه با همه جماعت دست به سوی خدا دعا طلب کنید که همین دولت مراد را یک فرزندی صالح دهد. خدایا به فرزندی در طاقت ندارم و نمیتوانم. دوست خداوند حاجی میرزا دعا کنید که من در نزد شما هستم. این برادر عزیز ما خیر، خداوند صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. و فرزند بسیار میوه دل است. فرزند میوه دل است. خدا در قرآن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، من شما را در میوه هاتون امتحان میکنم. امام شافعی میگه المراد من الثمرات، همین ثمراتی که خدا در قرآن گفته است مراد از میوه، المراد من الثمرات الولد، این مراد فرزند است میگه. یعنی خدا فرزند در قرآن همچون میوه دل یاد کرده است. خدا برای این برادر ما دولت مراد این میوه دل را نصیب روزی گرداند و فرزند خوب باشد، فرزند زیبا باشد، فرزند خوش اخلاق باشد، فرزند باشد که گفتی خدا و گفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجرا کننده باشد و آینده در حق پدر مادر چی در دنیا و چی در آخرت دستگیر باشد. آمین یا رب العالمین. ولی برادرای عزیز و گرامی، کدام شما به فرزند ماندید شما غمگین نشوید. خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. این پروردگار دانا و صاحب قدرت است. میگوید بعضی از شما را من دختر دادم، بعضی از شما را بچه دادم، بعضی از شما را دختر و بچه دادم و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از شما را تماما زنهاتون نازاینده گردانیدم. یعنی خدا میگه من نازایندش گردانیدم تا وقتی که اگر باز همون اراده خدا نرود زن تو زاییده نمیتواند. برای این همه این در ید قدرت الهی است. شما دعا کنید، خدای مهربان ان شاء الله دعای شما را قبول میکند. حضرت شعیب و حضرت لوط علیه السلام فقط دختر داشتند، بچه نداشتند.
حضرت ابراهیم علیه السلام فقط بچه داشت، دختر نداشت. محمد صلی الله علیه و سلم هم بچه داشت هم دختر داشت. ولی حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یحیی پیامبر تمام فرزند نداشتند. برای این خداوند بزرگ است. شما دعا کنید خداوند برای شما فرزندای خوب می‌دهد. السلام علیکم داملای محترم، احتراماً خواهش میکنم با سوال من جواب گویید، به نهایت ضرور است. شما در یک موعظه‌تون که درباره دختران باکر صحبت میرفت چنین قید کرده بودید که اگر جوان پسر عیب جوان دختری را بپوشاند خداوند در قیامت عیبهاش را میپوشاند. بابای حاجی وقتی اخیر ما خود شاهد آن گشتیم که بعضا جوان دختران پس از 1 یا 2 روز خانه‌دار شوی با عیب نادختر بودنشان به خانه پدرشان برمیگردند. بابای حاجی جوان دختران ما نه آنقدر سواد کافی برای درک چنین فتوا دارند. خواهش ما این است که مسئله را بار دیگر روشن‌تر بیان سازید که جوان دختران ما از این راه بد دست کشند. با احترام مخلص شما. جمعه گذشته گفته بودم، من جمعه گذشته باز روشن‌تر درباره همین دخترهایی که اونها را شما در حالت دختر نه بلکه نادختر یافتید، دلیل حجتاش جمعه گذشته من برای شما بیان کردم. ولی این معنی را ندارد که سیر دخترها را پوشانیدن که فضل دارد پس دخترها نادختر شدن گیرند. این معنی را ندارد. و من در همون صحبتم قید کردم. برای همین دادرای عزیز شما میتونید که پره در همونجا نگاه کنید، همه جوابش از اونجا میگیرید. خب السلام علیکم اکای داملا، ما از راه دور امروز به جمعه شما آمدیم. در یک سوال و جوابتان شما گفتید که زنها را راست نماز خوانند. داملای ما میگوید که حجت‌های آورده حاجی دلیل شده نمیتواند. حتی در یک معرکه کلان که زنها بسیار بودند از داملا زنها سوال کردند. گفت داملای ما گفت که نشسته نماز خوانید، چهله که پیشینی ها میخواندند. زنها گفتند که ما حاجی میرزا را کسیتش را گوش کردیم. او گفت که کسی نشسته خواند نماز خواندگیش نماز نیست. داملا گفت که حاجی میرزا شریعت نیست، وای هم خطا میکند. خب مثلا یک جمعه و چند جمعه که ما از وقتش اینا گفته ایستادیم زنها نماز خوانند و نماز نشستنی بلکه راستو خوانند. این برادر عزیز ما کسی باشد گفته است مقصد حجتایی که حاجی میرزا آورده است اونها حجت شدن نمیتونند و اونها گفتند که حاجی میرزا را گوش کردیم. زنها گفتند این خیلی میگرد گفته است حاجی میرزا شریعت چیدن نمیتواند. درست میگه آخه حاجی میرزا شریعت چیدن نمیتواند. تو هم شریعت نیستی، هیچ کدومی با شریعت شدن نمیتونی. ولی یک چیز دیگر است. همین من فکر میکنم که در زیر این غرضای شخصی است. اگر غرض باشد دادر عزیز، داملای عزیز، مولای محترم، غرض باشد، حسد باشد، بدبینی باشد، او را به شریعت آلوده نکن. زیرا که اگر وقتی که شما حسد داشته باشین، بدبینی داشته باشین، اول که فراموش نکنین که تعز من تشاء و تذل من تشاء. خدا میگه عزت میتونم کسی را میخوام، خار میکنم کسی را میخوام. عزت و خار در دست خداست. پس دیگر اینکه حسد و کینه وقتی که شما فتوایی که در زیر آیت قرآن است وقتی میگوین که وای نادرست گفت، شما معنایی را دارید که شما علیه قرآن علیه مبارزه برده ایستاده اید. شما خودتون درک نمیکنین، از بدی را، از بدبینی را، از بکیلی را درک نمیکنین، نمیدونین که مثال چی ها گفته ایستاده اید. ولی برادر عزیز و گرامی، دانسته دان که خداوند در قرآن حافظ علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین، صدق الله العظیم. سوره بقره آیت 238. برادر عزیز، واقع حجت من صدقه عمود داملای میشم که حجت پرسد. و بله همه به حجت باید باشد، به حجت جایز نیست.
خدا در قرآن در سوره نساء آیت 59 چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ببین شما اگر در کدام مسئله که باز ماندین، کدام مسئله را نفهمیدین، رو به قرآن و حدیث بیارین. شما قرآن نظر کنین، حدیث نظر کنین، یعنی خدا و رسول چی گفته است. ولی پیشینی ها چگونه خواندن، این نشانه اون است که تو داملای عزیز، خدا داناست که من نمیدونم تو در پیش مردک درس گرفته یا در پیش زنک. این خیلی ممکن نیست. ما گفتن نمیتونیم که پیشینی ها، افسوس آخه پیشینی ها را کدام پیشینی ها کنی حجت می آوردی؟ کدام پیشینی ها؟ کدام داملا؟ خب داملا را حجت می آوردی، کدام نامشون می گرفتی؟ چه خیلی که من آیت قرآن نامش میگیرم، رقمش میگیرم، همون رو می آوردی. بعد از اون حجت می آوردی که مثال زن نشسته خواند با فلان آیت قرآن، با فلان حدیث پیامبر، ما صدقه تو بشدیم، ما قبول میکردیم. ولی فراموش نکن خدا و قوموا لله قانتین. ببین پروردگار وقتی که شما عبادت میکنید، قوموا راستا نمازتا نخوانید. خدا اشاره دارد، خدا امر دارد که راستا نماز شد، چی زن چی مرد نماز شد راستا خواند. حضرت شما اگر داشته باشین خوب میشد سنن نسائی را، این جماعت که همش کتابای احادیث از صحیح بخاری، صحیح مسلم همش روایت کرده است. حضرت عمران ابن حسین نزد پیامبر آمدن، پیامبر گفتن که سل قائما، عمران گفتن نماز تا راستا خوان. بعد میگه گفت که حبیب خدا آخی بیماری بواسیر دارم، گیمرایم. پیامبر گفت مادام که خیر راستا که نتانی و مثال گیمرای باشی، بواسیر داشته باشی، نشسته خوان. گفتن اگر نتانم چی؟ گفتن راست بکش نماز خوان. ببین از سل قائما، از راستا نماز خوان پیامبر سفارش داده گیا. اکو خیلی افسوس که تو فتوای نصب الرایه، ولی من باوری دارم، من تحقیر نمیکنم به نام خدا. من اینقدر میگم که تو ولی نصب الرایه را نامش نشنیده. اگر همون کتاب داشته باشی، همین را تو از داخل همونم یافته میتونی. همین حدیثی که الحال من از سنن نسائی که او کمتر نسائی باز زاییدم کردگی در این حدیث. برای همین برادرای عزیز و گرامی در این مسئله چقه نشوین. آیت قرآن حدیث رسول است. نماز باید راستا خوانده شود. شاید که پیشینی های ما گفتند ولی که شما نادرست فهمیدین. پیشینی های ما گفتند که نماز در داخل هواپیما، سمالیات، در داخل پاییز، در بالای اسب، در بالای خر، در حالت مریض باشی یا نماز نافله باشی، نشسته خواندن بگیر. توی را گرفتی با فرض عراره کردی. پیشینی های ما این تا گفتن، کتابه های ما این تا گفتن. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتاب دارد فقه الاسلام و ادلته، صاحب او وهبه زهیلی است. و حضرت میگه که حتی انسان همین قوت یک تکبیر داشته باشه، یعنی الله اکبر بگه و همین دیگه پاش قوت نکنه، همون تکبیر راستا بگه و بعد بشینه نماز کنه. ببینید فقه الاسلام و ادلته درباره باب قیام. حضرت امام ابو حنیفه میگه یک رکعت اگر قوت داشته باشه، نماز 4 رکعت باشد، یک رکعت راستا خونه، 3 تا نشسته خونه. حتی ببینید در کتاب‌های فرض عین میگه تکیه بر دیوار اجازت نیست. تکیه کردن بر دیوار یا با ستون نماز مکروه میکنه. مثلا تکیه نکن، راست ایستاده کن. همین دلیل این فرض عین ببین دیگه بالا نره. السلام علیکم. کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است.
و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی ورزقنی، این سوره رو میگویند که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس دوستان عزیز اینها رو به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدن. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین، اون چیزی که گفتی همش حقیقت دارد. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است. فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم می شود و نسل او کم می شود. دیگر نزد هر چهار این ائمه اربعه، نزد چهار مذهب، اخته کردن حیوان به طریق اولاد جایز است. یگان غلط و یگان خطای ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته می شود، حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش سه روغن می شود و گوشتش با لذت می شود. یعنی همه حیوان برای انسان است. اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاود، زیرا همون حیوان های هستند همه اونا رو خدا برای ما آفریده است. اختهشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما اونها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه هایی که هسته چقدر یک خاصیت خوبی آورده است که بجای همین تکنیک های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنه. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند، جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد، در حال شما میتوانید که شکم او را پاره کنید. البته برای این با متخصص ها لازم است. پاره میکنند و کودک از شکم او میگیرند. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند ای امام، آیا یگان فتوای داده ای که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتند بله، یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتند چی فتوا دادی؟ گفت بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است، آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم این فرزند گیریم؟ گفت بله. گفتند حضرت امام گفتند بله، شکم او را پاره کنیم فرزند گیریم. در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتند امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. یعنی مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستند. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها ده میشکند، چهره هاشون ده میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است؟ یعنی جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیک اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیک احترام شوهر را به جا بیارند. در جای کسمتیک وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا می شود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند.
باور کنین همین کسمتیک حاضر زمان همش خیمیه هست، چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین چهره های همونها دیگرگون هست، چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان در شب در ساعت 3 و 4 خیز به سوی خدای خود زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگرچند که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پره هست. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. یعنی معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک میشود. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده، نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیده میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست، وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست.
شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود، با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها میآید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود، این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود، با زن خود گفتند که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن، اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب، تسبیح گردانین. از گپ بیهوده در همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن، اینش غلط است، گناه است. فقط شما قرآن در دیده تان مالید، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن، جایی که حجر الاسود ایستادگی هست، و همون حجر الاسود گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود، من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دست تو هیچی نمی آید. السلام علیکم بابای داملا، همین سوال ما را با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم، اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست، من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا، من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتویند، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشان گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پای یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدمی طاقت گذار نیست. برای آدمی طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانت بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخوانیم، بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخوانیم پس میخوانید، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشین. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا، بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباس در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است.
در دوره‌های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب‌ها را خواندم، تماشا کردم، اونها هم برای اونها روز نامبارک روز چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیت اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگو روز چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود. ببین این یک جاهلیت است، حالان که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه. کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت، از همون داخل جنت ما و شما را این جاهلیت محروم میکنه. نمیگذارد که شاید که من همون روز چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره‌های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالان که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما میگه و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. ای بندگان من، خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین. هر بلا و مصیبتی که بر سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید. شما از اینها نترسید. ماه سفر هم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است. از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام. ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین. گفت در اسلام از ماه سفر نترسین. هیچ بلا ندارد، هیچ مشقتی ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند، بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینها را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند. از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود. السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین با ما صحبت میکردید. با احترام یکی از مخلصان دائمی شما، ان شاء الله به نزد من بیا بعد میبخشیمش در حق من اولاد اجداد. حالا که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان در حق تمام گذشتگانت، همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کسیته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کسیت 40 باز اجازت داده موسیقی را. این را با ما پورا فهمانید، زیرا پیروی شما هستیم. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردانید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، منع کردن من
این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است. اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره ای که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنین، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنین، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیاد دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود، یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام و آبادی همون فرزندها نمی شود. و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 را به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما مثال مسلمان ها، اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله‌ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص و بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و از جمیع آفت ها و بلاها خدای مهربان ما و شما را در حفظ و امانش نگه بدارد. شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است. حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد، شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد، در پیستان و شیر باشد، شیر او را جوشیده گیرین، شیر وای حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفنش درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه است میگوید. السلام علیکم داملای عزیز، حاجی مرزا
از شما خواهش دارم که اگر زنی که فرزندش از دنیا گذشته است در مابین عصر و شام یگان چیز بخورد درست است یا نه، از آن جمله آب. با سوال ما التماس جواب گردانید. ما یک گروه مادران شما هستیم. اصلا همین فتوا هم از حساب همین زنها گوییم که منتشر می شود و بسیاری جوانها و مردهایی که علم ندارند آن چیزی که همون زنهاشان میگوید علیه اونها قبول می سازند. حالا که هر یک فتوایی را که شما میشنوید باید که آمده از عالمها پرسید، یا همون زنی که برای شما یگان فتوایی را میگوید آیا یگان دلیل دارد یا ندارد. بین عصر و شام خوردن هیچ ضللی ندارد. در بین عصر و شام شما هر طعام نباشد، چی آب باشد، چگونه چی طعام نباشد از حلال کرده های پروردگار، همش برای شما درست از خوردن گیرید، هیچ زیان و ضللی ندارد. این مسئله و این فتوایی را که امروز میگویند کودک میده‌ای که اگر از خاندان ما و شما گذشته باشد اگر در بین عصر و شام ما و شما آب نوشیم این کودک را از خوردن حوض کوثر منع میسازند، این بالکل دروغ است. این تماما یگان اساس علمی ندارد. اینا تماما یگان پایه ندارند. حالا آنکه خداوند وقتی از ما و شما طفل از دنیا میگذرد وی چنان یک مرتبه بلند دارد که روز قیامت باز شفاعت کننده در حق پدر و مادر می شود. چگونه این گونه فرزند نمیگذارند که از حوض کوثر و آب نوشد. برای طفلایی که خوردن نابالغ از دنیا گذشتن تمام جنت در اختیارشان است. هر جایی که میخواهند سیاحت میکنند، هر جایی که میخواهند خواب میکنند، هر نعمتی که در جنت وجود دارد برای این طفلها چی است؟ روا است و خوردنش. برای همین یعنی این هیچ اساسی ندارد. بین عصر و شام هر طعامی نباشد، چی آب باشد، چی گویم شوربا باشد، چی غیر این چیزی نباشد خوردنش جایز است. یعنی برای این میگوید نادرست است که اگر مادامی که نماز ما و شما نخوانده باشد، یعنی وقت تنگ است و وقتی نماز اگر ما از پی طعام خوری شویم شاید که عصر فوت شود. این حالت ده ما و شما عصر میخوانیم بعد خوراک میخوریم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک سوال دارم. من یک دختری را با ستر با حیا کردم و میخواهم که او را با نکاح خود درآورم. آدمان میگویند که به جای پیر حساب میخورد. شما یک روشنی اندازید. مخلص اشدی شما از کاریز. در حق ما یک دعای خیر کنید. خدای مهربان شما را باز غیرت اسلامی تان زیاده کند که این گونه دخترهایی که از ما و شما هستند و با دلالت شما آنها صاحب ستر شوند، صاحب حیا شوند. خوش به حال همه اون برادران و مادران و پدرانی که برای دخترهاشون با حیا کردن سعی و کوشش دارند. این پیر شما حساب نمیخوره. اگر گویم پیر شما هم که حساب خوره و بیگانه باشد نکاح وی درست است، باکی ندارد. اگر برای شما شوهرهای مثال شوهرهای هستند که خودشان بی سوادن و زنهاشان عالمه هستند، یعنی زنهاشان قرآن خوان هستند، زنهاشان مسئله خوانند، زنهاشان حدیث میخوانند، اگر همون شوهرهاشان هم که تعلیم دهند و یا ثواب میگیرند، این معنای را ندارد که در این بین نکاح او بریده میشود یا اینکه این زن مثال گویم که پیر شوهرش به حساب خورد و دیگر شوهر دست این زن قپیده نتواند. نه، دیگر اینا اساس ندارند. برعکس باش ثوابش در همین است و تعلیم کردن میگیرد.
این ثواب گویم زن ثواب بگیرد، شوهر هم ثواب بگیرد و در زندگی اینها هیچ نقصی پیدا نمی شود. بگذار وای پیری وای هم باشد، لیکن زن این مرد به حساب می رود. اگر تمام علم اسلام هم به شوهر تعلیم هم که کند، تا حال حق شوهر ادا کردگی نیست. تا حال شوهر همون شوهری است که الله الرجال قوامون علی النساء خواند. مرد اگر چنده که از زن تمام علم هم که اگر آموخته باشد، این مرد خداوند رئیس خانه خواندگی هست. این همان رئیس است، این همان حق را دارد که حبیب خدا گفتند این اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق بالای زنها حق پدر و مادرش نه، بلکه حق شوهرش نیست. برای همین درست از زندگیتان دوام دادن گیرین، هیچ باکی ندارد. اگر کدام دختری را که شما با ساتر کنین، با حیا کنین و خودتان نکاح کده گیرین، خوش به حالتان درست است، صحیح است، هیچ زلالی ندارد. مکتوب ها را خیلی مختصر نویسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، من یک چند سوال دارم و میخواهم که فوراً بر من جواب گویید. من از سال 1993 این جانب نماز میخوانم، ولی سوره های دراز را نمیدانم. حضرت الحمد، قل هو الله، تبت، انا اعطینا، لیلاف، قل اعوذ را میدانم و خلاص. برادرای عزیز، پیش از آن که تمام نخوانم، این سوره ها الحمد نام ندارم. این سوره سوره فاتحه هست، سوره اخلاص است، سوره مسد است، سوره کوثر است، سوره قریش است، سوره فلق است، سوره ناس است. شما نام های سوره را از یاد کنین. آخه همه گپ یاد گرفتین، یکدیگر تون تهمت کرده میتونین، یکدیگر تون غیبت کرده میتونین، یکدیگر تون دشنام داده میتونین، خبرهای دروغ از تمام مکان گرفته میتونین. پس همین چی است که مثال سوره الحمد نه، بلکه سوره فاتحه، سوره قل هو الله نه، بلکه سوره اخلاص، سوره تبت نه، بلکه سوره مسد، سوره قل اعوذ نه، بلکه سوره فلق یا سوره ناس، سوره لیلاف نه، بلکه سوره قریش. اینا هر کدامش نام داره و شما این نام ها را دانید. خلاص، چون که میخوانم در یادم نمی ایستد آیا با این سوره های نام برده شده نماز خوانم روا هست یا نه. بلکه البته روا هست. اینقدر سوره ای که شما نام گرفتین با طریق اولا نماز خواندن درست است. دویم، شما گویید که با کدام مبلغ حج رفتن رواست؟ با همان مبلغی که از راه حلال به دست شما آمده است. همان پولی که اگر از طریق حلال به دست شما آمده رسیده است، با همان مبلغ اگر شما حج کنید، اون حج در نزد خدا قبول است. و الا حدیث صحیح پیغمبر وجود دارد، هر حجی که اگر شما از پول حرام ادا میکنین، شما ثواب حج یافتگی نیستین، فقط حج از گردن شما ساقط شد، لیکن از ثوابش چیزی برای شما رسیدگی نیست. سوم، برای پدر به سر گور فرزند بعد دیدن روزای اول خاکسلام رفتن ممکن است یا نه؟ البته به البته. امروز پدرها فرزنداشون از دنیا میگذرد، زنهاشون یا مادرهاشون میگن که به سر قبر فرزندت نرو، حالا که پدر خودش حق دارد که همان فرزند در گور خودش گذارد، باید با دستهای خودش برده در همون لحد جاش کند. تو از پی فرزندت نرو. برای چی نرو؟ برای که مرده در خانه زیاد می شود. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. الله میگوید وقتی اجل شما که آمد، کسی اجل 1 ساعت پیش و 1 ساعت پس کرده نمیتواند. این اجل
وقتی است، ساعتی است که پروردگار برای ما مهلتش کرده است، الکی معینش کرده است. دیگر ما نزد فرزندمان رویم نرویم، در نصیب فرزند ما و شما کدام ساعتی که باشد خداوند جان وی میگیرد. جوانای عزیز، اگر از شما فرزند گذشت با دست خودتان برداشته قبرستان برید، در قبر خودتان جای کنید. خاک سلام است، چیزی نباشد، شما گورستان روین، در حق مرده ها دعا کنین و از این جمعیت گورستان عبرت گیرین. چرا اینقدر در مسجد، مدرسه امر معروف و گفته های نیک گفته می شود؟ در بین آدمان مهر و محبت، خصلت نیک، خب رفت و آی، خبرگیری بیمار، برادری، پدر و فرزندی، همسایگی نیست. چرا این طور؟ پیشتره این خیل نبود که عیب در چیست؟ اینقدر امر معروف، اینقدر پند و نصیحت، درهای مدرسه همه کشاده، مسجدها همه کشاده، عالمها همه در موعظه. چرا مهر و محبت پیدا نمی شود؟ چرا برادری نیست؟ چرا فرزندها پدرها را احترام نمی کنند؟ چرا پدرها نسبت فرزندها رحم و شفقت ندارند؟ چرا این گونه هست؟ این برادر از ما سوال کردند. اولا من اینا گفتنی هستم که خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خطاب بر تمام همون واعظها دارد، عالمها و پیشواها دارد. چرا خود میگویید لیکن خود عمل نمیکنید؟ زمانی که شما میدانید و نمیکنید، در نزد پروردگارتان عذاب و غضب خیلی زیاد منتظر شما هست. امروز در اصل بعضی همون پیشواهایی داریم که موعظه میکنن، مردم هم میفهمانند، لیکن خودشان عمل نمیکنند. گفتی همون حضرت مولوی واعظان جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. تا زمانی که اگر واعظ خودش، پیشوا و ایشان و شیخ ملا خودش اگر در گفته های پروردگار عمل کننده نباشند، سخن اونها در مردم هیچ تأثیر نمی کند، در مردم هیچ تأثیر پیدا نمی کند. تا زمانی که اگر خود پیشواها اصلاح نشود، تا خود پیشواها آن چیزی را که به مردم میرسانند خودشان اگر عمل نکنند. دوم اینکه برادرای عزیز، امروز دعوت گویم چگونه این برادر گفته است، مدرسه ها و دیگرهایی که کشاده هستند فقط موعظه و فقط مردم به مهر و محبت و فرزندها را برای احترام پدر خواندن، فقط بر ذمه عالم ها نیست، بلکه بر ذمه همه شما هست. اگر شما همگی در پهلوی عالم ها ایستاده مثل اینها اگر دعوت کنین، انشاءالله در بین ما و شما بهبودی پیدا می شود. لیکن افسوس که امروز بعض ما و شما دستگیری میکنیم، اکثریت ما دستگیری نمیکنیم. میبینیم در خاندان حتی که ما و شما همون زن و فرزند خودمان تربیه نمیکنیم. از کجا با یک نفر، با 10 نفر، با 100 نفر این جامعه کلان اصلاح کرده نمی شود. امروز فقط اتفاقی همه شما باید آن چیزی را که شما اینجا میشنوین، اینا باید نکته به نکته، کلمه به کلمه باید در خاندانتان برده رسانید. باید شما سختگیری در خاندان داشته باشین. این حالت انشاءالله بهبودی می شود. شما میگویید که من را وصف نکنید.
انسانها را یکی به خاطر وظیفه و منصبشان، دیگری به خاطر داراییشان. شما با این دو خصلت خاص نیستید. وصف شما درجه سیوم، یعنی شما را عامه مردم از روی گفتارهای نیکتان، خلق و اطوار خوب و حمیده اتان، شخصی نیک آن است که عامه خلق یعنی خلق عادی او را وصف کند. گفته های شما چون چنگ جرنگاستی است، چون آینه جلارنگ، چون آب شفای و چون کاغذ نفیس می باشد. در آخر گوید که می گویند مسجد خانه خدا و پادشاه سایه خدا می باشد. آیا این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ این یک گروه از منصب‌های اسلامی، گوییم قبیله قاضی و مفتی و مدرس ملا، آخوند، متولی و غیره، با احترام مخلصان شما از دوشنبه، یک گروه همتا آدم‌های گوییم منصبداری در اسلام بودند. در آخر از ما پرسیده است که مسجد خانه خدای و پادشاه سایه خدا در روی زمین است. این روایت حقیقت دارد یا ندارد؟ البته حقیقت دارد. مسجد این جای سجدگاه است. مسجد خانه خدا هست. اینا با احترام انا همین سجده که ما و شما میکنیم، به این خاطر اینا خانه خدا میگویند که خانه خدا باید که سجده داشته باشد، باید موعظه داشته باشد، باید ذکر داشته باشد. از خاطر اینها این مکان خانه خدا میگویند. یعنی البته این صحیح است که مسجد خانه خداست. این بیوت فی الارض المساجد. بدرستی این که خانه های در روی زمین، یعنی این مسجد هایی که در روی زمین هستند، اینا چی هستند؟ خانه خدا هستند. و پادشاه سایه خداست در روی زمین. در اصل پادشاه را در حدیث های صحیح هم میگذرد که السلطان ظل الله فی الارض. پادشاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند، رسول اکرم گفت اکرام کرده است الله را. و کسی که اهانتش میکند، کسی بدش میبیند، دشنامش میدهد، همچنان است که الله را اهانت کرده است. از این خاطر ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم، ما و شما تحقیر کنیم، دشنام دهیم. این در هیچ کدام ما و شما حقوق نداریم. باید الحال انا همین پادشاهی که ما و شما داریم، شخصا من انا همین پادشاهی که الحال داریم، همچون حاجی، همچون حمایتگر دین اسلام میشناسمش. و همه شما معلوم است 2 بار حج کردگی هستند. از منبرهای باور کنین اسلام طرفداری کردگی است که هر یک شخصیت اونجا غیرت نمی کند که از اسلام دفاع کند، که اسلام شما با تروریسم و اسلام شما گویم با دین جنگخواه هیچگاه گفته از شما چیکار نکنین، شما نخوانید. بلکه این دینی هست که دینی صلح‌خواه است، دینی هست که فقط عبارت از پند و نصیحت است. برای همین هر یک فرد تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که از پادشاه خودمان دفاع کنیم. باید که پشتیبانی کنیم. باید در هر یک نمازمان باور کنین ما دعا کننده باشیم که خداوند باز همین عدل انصافی که دارد، باز عدل انصافش زیاده گرداند. امروز همون عدل انصافش یک تماشا کنین. همین شهر خودمان دیگر بیرون شه، من برای شما مثال نمیارم. یک مسجد در پهلو ساختیم، چندین بار صندوق گردانی و چندین بار سفرها، و برای مثال یک عمارتی که ما کردیم چندین نفرها در پهلومان ایستادگی با یک زحمت، با یک مشقت انجامش دادیم. اینقدر عمارت ها، اینقدر بهبودی ها، چگونه جای گویم مدح و ستایشش نیست.
خداوند عمرش دراز کند، خداوند از همه آفتها و بلاها نگهش دارد و خداوند باز توفیقش زیاده بگرداند و از همه گزندها خداوند در حفظ امانش نگهش دارد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز. التماس همین روز با سوال من مصلحت آمیزی من جواب دهید، برای آنکه من مبلغ نمیابم که هر جمعه با اینجا آیم. یک آدمی دست بخیر به من 2 سامانی داد، من آمدم. من خودم بیمارم، من عائله دار صاحب 6 فرزندم. زنم با سبب مبلغ کم یافتنم از من نفرت کرده 1 سال باز با من قهری کرده است. زنم نمازخوان است. آیا نماز این در نزد خداوند قبول می شود یا نه؟ من می خواهم جدا شوم. فرزندانم می گویند که مرا پرتافته نرو، ما را پرتافته نرو. چی کار کنم؟ التماس مصلحت دهید، التماس همین روز جواب دهید. یعنی این برادر عزیزی ما گویم در بلای زن گرفتار است. زنی بد در سرای مرد نکو، اندرین عالم است دوزخی او. زنهار بد قرین بد زنهار و قین ربنا عذاب النار. حضرت سعدی گفتند اگر آدم خدا ترس باشد، اگر آدم مسلمان باشد، اگر مرد نمازخوان باشد، لیکن زنی بد داشته باشد، زنی ناسپاس داشته باشد، زنی ناشکر داشته باشد، زنی که با قدر شوهر نمی رسیدگی باشد، زنی که حرمت شوهر به جا نمی آوردگی باشد، زنی که فقط دست شوهر نگاه کند که پول داشته باشد زنی میکند، پول نداشته باشد قهر میکند میرود، گفته است در این عالم الله که تو دوزخی تو برپا شده است. اما همین گفته از خودش دوزخ است. برای همین این زنی که اگر شبان روزه نماز خواند، اگر زنی که تمام سال گویم روزدار باشد، لیکن اگر شوهر از او راضی نباشد، اگر شوهر از او ملال باشد، این روزه و نماز او در نزد پروردگار به منزله یک پری پشه قدر ندارد، هیچ قدری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زن از دنیا گذرد، زمانی که این زن گویم از طایفه زنهای بود که روزه میگرفت، نماز میخواند، زمان گذشت و شوهر از او راضی بود، گویم این زنی بود که هم عبادت الله را به جا می آورد، هم حرمت شوهرش هم به جا می آورد. یعنی حرمت شوهرم این خودش عبادت است، فرمان پروردگار است. اگر این خیلزن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، دخلت الجنه. حبیب خدا گفت همه دروازه های جنت، 8 در جنت این زن صدا میکنند، یعنی به ما بیا. لیکن زنی که اگر نماز ندارد، یا اینکه زنی که نماز دارد، بیا به نمازش یک طرف بگذاریم، به نمازش ما دیگر صحبت هم نداریم. زنی که نماز دارد، روزه میگیرد، از این ماه رجب هم روزه میگیرد که ماه رجب هم یگان حدیث صحیح در بابش وجود ندارد که روزه این هم یگان ثواب هم ندارد. از ماه رجب هم روزه میگیرد، خب لیکن شوهر از او راضی نیست، شوهر پیوسته ملال میکند، شوهر پیوسته گویم که فقط همون پول و مالش نظر میکند، دیگر احترام او فرزندهایی که از این گویم که در بین اینها پیدا شده است اینا را تماما اهمیت نمیدهد. این گونه زن اگر از دنیا گذرد، شوهر اگر بالای او غضبان باشد، حبیب خدا گفتن ثلاثه لعنهم الله، این 3 طایفه در لعنت الله گرفتارند. لعنت الله این حاصل نیست، لعنت الله این است که تو از رحمت، از مهربانی، از فایده ها و راحت جنت محروم هستی.
سه طایفه. من اما قوما و هم له کارهون. یکم همون ملایی که مردم وی بد میبینند. از چی خاطر؟ از خاطر که با مردم حقیقت بیان نمیکنند. با چی خاطر بد میبینند؟ به خاطر که اسلام و ملاگی را فقط برای پول جمع کردن استفاده برده ایستاده است. فقط گویند بسیار بابای ایشان، بابای فلانی، بابای فلانی گفته، با این خاطر فقط نان و آب مردم چکار میکند؟ استفاده میبرد، تنپروری میکند. مردم به این خاطر بدش میبینند، برای که نان و آب ما میخورد، لیکن از خدا و پیغمبر چیزی صحبت ندارد، با مردم چیزی نمیگوید. این خیلی طایفه زیادند. یکم انا همین خیلی ملاها در لعنت الله گرفتارند. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها عنها علیها غضبان. بین دویمش همان زنی هست که در یک خانه با شوهر زندگی دارد، در یک جایگاه خوابند، لیکن با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر صحبت ندارند، در بین یکدیگرشون احترام وجود ندارد. سخن مرد در پیش این زن قدر و قیمت ندارد. زنی هست که با آمدن شوهر از جای خود نمیخیزد. زنی هست که شوهر فقط با قواق، شوهر فقط با سخنهای درشت پیشواز میگیرد. اینم در لعنت پروردگار گرفتار است. مادرای عزیز، من میدانم انشاءالله صدای مرا امروز همه شما میشنوید. روز از روزها تو این دنیا را ترک میکنی، عمر دراز نداری. فردا این شوهری تو هم در پیشت میارند. وقتی میپرسند این خواق و این سخنهای درشت و این معامله های بده که تو در دنیا کردی، همه اینها باعث حسرت و پشیمانی تو در آخرت می شود که تو را دیگر فایده نمی کند. حبیب خدا میگوید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجتها من الحور العین. بین در دنیا یک زن مثل این زنی که شوهر فقیر می شود، نادار می شود، قهر می کند می رود، یا قهرم که نکند با شوهرش معامله خوب نمی کند، وقتی که با شوهر سخنهای درشت می گوید، شوهر آزار که می داده است، الا قالت زوجته من الحور العین. زنهایی که در جنت برای مردها خدا آماده کرده است، اونها این منظره را وقتی می بینند که